ماینکرافت، اما ما میخوایم دایموند پیدا کنیم و هدفمون هم دایمنده. خب بریم دنبال اونجا پشمو پشمو پش 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 خب پش باشو بولم اینجا منطق تو کار علفه اویرون بودو اول ما میخوام غذا بکنیم. خب همینو کف ایمیرالد چی؟ عجب هوای عالیه. بذار از همین طرف بریم بالا دیگه. آی یخت یا خدا برو بیبی نفرن اهو بیبی زنبی بیشکو میکنه. آی مردم دوباره ما میگه اشکال نداره. شبیه این دفعه نخواستیم شانس دوباره بده چون که واقعا نمیتونستم در بیارم. یه پر آیرونه سیدونه منطقی میرخصه بگو رخص چون که گشتیم هیچی خیلی لگه داخل این جنگل خوب لیج من راستی از اون خونه ها نداره اسمش داری اینو اسمش یادم رفت ولی اینو داره خدای دایمون داشته باشه داره تو خدا نه تو دایمون چه نداشت توفتون شد. بیمون بالا یکم چوب بکنیم بهش بریم آیرون بکنیم بهش یکم امیرالد بکنیم بدش دیگه چوب بده چوب میخوام چوب خب من اینجا میزنم
تبدیل به چیز میکنیم، یک کرافتینگ 8 استیک کرافتینگ رو اینجا میکنیم، داخلش پیکک میگیریم و یه تبر، دو تا تبر. به هر حال کرافتینگ رو میکنیم، دنبال سنگ گردیم، این سنگ میکنیم اینجا میقوره، ما نمیدون داخل قوره و این خونه بدبخت یکی شانس خوبی داشتم، اسمش استرانگهولد بود دیگه فکر کنم، حالا به هر حال نمیدونم استرانگهولد بود چی بود، گلسه رو بکنم 11 تا خوبه میکنم جنبه کنیم. خب رفتیم اینجا میذاریم، یه پیککس سنگی هم درست میکنیم که بیریم به اون آیرونا رو بکنیم، چون آیرون فکر کنم باشه، این هم قاره که پیدا کرده بودم کجا بود اینجا بود نه قاره کو بازم میتونی چیکار کنی بسو یا خدا نمیرم غلام رو بیبی زامبی رو بکش زده داره کشتیش دمت گرم. اینقدر که از بیبی زامبی بدم میاد با یو میزنم رو سرعت تمام بکن همون تو بخواب بالاخره
بعد یه عالمه جالی کیپر اومدن یه زامبیه آره في المنطقة لما بدأ ما اینجا بپوشیم نپوشتم بابا این زامبی ها ما رو ولکن نیستن ها اینجا آیرون بود که اینجا آیرون بود آیرون نده اینجا آیرون بود بابا فکر همین دیده بودم فکر بود نه خب نوری گوشی چقدر کمه کور شدم همه دنبال آیرون گشتیم آیرون پیدا نشد یا خود گو خوردم پرشش کو گو میخوری گو بخوری گوهت میکنه الفا بده 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 فقط بفرار فقط فرار کن فرار زامبی اینجا خب میکوشم اجا نمیخوام اینو بگویم نیازی کیوچه پاس نیازی بایم ای آیون رو فیلمیش نداره چند تا سنگرم 3 تا این 6 ما بکنم بخوام نه ای بیبی زامبی بسته زن آیرون گلم دستم زن آیرون زن که آیرون گلم را رها کنیم این همه دمیج وارد کرد آزاد بود خب نخواستیم سنگ بکنیم اینم سنگ حالا کرافتینگ تیبل یعنی کرافتینگ تیبل این کرافتینگ تیبل رو میذاریمش اینجا یه دیدم تون فرنیس درست کردم یعنی فرنیس درست کردم بعدش فرنیس رو میذاریمش اینجا
بزنیم روش و زغال میخواد ما زغاله میکنیم شروع دو امسی ای خوب برسن اینطوری کنیم اینجا چوب میذاریم اینجا وای 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 آقای ویلیجر فرما داخل اونجا آیرونه اینجا هم زغاله داره چقدر رفت دوتا بزه بزنم یه جوشی اول بزنم جوشی یه دیگه خب حالا این دوتا هم بده من نون دارم گلک نون میخورم فشار بخور از یه چیزی یه آیرون اینجا چقدر آیرون اینجا پیدا میشه تو درست میشه آیرون نگاه اونم یه زامبلک بلک look احمد بمشن الان زامبی ها می آیند زامبی بی او راستی اینجا پر آیرون بود کجا آیرون اینجا کم بودا نه اونه که این بالا منظورم نیست آها اینجا این بلاک نه این بلاک اون طرفیش خب بده یعنی اینجا اول مستقیم همیشه به قول همه میگه خیاری ندیم کنیم مستقیم آخه ولی من میرم پایین آیرون نه آره نه دیگه اسکلتون دیدم نه نه بنجی به هر حال پر آیرونه دار میکنه نگرفت میکنیم گرفت دیگه نه خلاص آخرم میدون آیرون پیدا یعنی دایموند پیدا نکردیم ما باز زود هم بشه آخر برم اون زغالم بکنم بالا بابا این ایونتوری انجال چیز بدم ما چه تو فقط داخلشه این داخل تام برو هر چی که 64 استیکی هست این 16 استیکی هست و اون لازم داخل این میره یعنی داخلش
چه قشنگ. بریم بالا. اول بذار آیرونه رو بکنیم. آیرون. خب دو شب میشه دیروز همجا میخوابیم. بقولم نه خونه دو پسر را دقیقا خونه پسر را دو بگیر همین رسیم. دونه این داریم، دونه این، دونه این یا اون پایین دیگه نه میتونیم. دونه این، دونه همین دیگه. اینجا تختمون گذاریم میخوابیم راحت و همین راحتی. خب حالا بگیریم میرمون. ما آیرونه رو مخم حیف که میرفتن. این کیه؟ اسکلتون بود. ریدم درده. کاری به کارت ندارم تو هم کاری به کارم نداشته باشی که دن سرویس. هیچی ندارم دلقک. آیرون قلم کجای؟ آیرون قلم کجای؟ دلای قلم جرأتشو داری بیا. قلم خان اونجاه. نمیشه بیای. خود دمش خوردی بیا. آره نمیتونی من بزنی. مثلا تو بزنم گونه خور. مردم نه نمیبینم. تا سگ دمیجی منو میبره برش نمیکشه. چیز میزم رفت. غذا هم به هر حال ندارم. چیکار کنم؟ اسمو دمبله همه رو می دمبله. از هیچ بدم میاد. پاشم میندازه خوشم نمیره. چرا رفتش دمش کرد. غلامو نگاه رفت توی اینو بنداز رو خودت دلقه که دیوش. من غذا ندارم میدونی. غذا میدونی یعنی چیه غذا. والله خانما که گوش نمیارزه. آقا یک کرفتینگ بده ما. خب یک کرفتینگ درست میکنیم. اول این دوتا رو تبدیل به استیک میکنیم. بعد این 6 تا رو تبدیل به کرفتینگ میکنیم
این کرفتینگ میذاریم داخلش یه دونه پیککسه. آیرونم داخلش شیشتم دارم. حالا این پیککس آیرونی درست میکنیم. خیلی عالی. حالا لاوا هم که اینجا پیدا نمیشه غلامو نمیکشیم چون که خیلی به درد میخوره. ولی اون پدر سوختی که این داخل این جنگله و از اون بدم میاد. شبیه اسکوید گیم نگاش کنی راه نمیره، برگردی راه میره میاد دمیجت میکنه. خب حالا اینا رو میندازیمشون تو چلنگ آیرونی مان. میدویم در حال بازم میدویم. جو اندرمنه خیلی هم بد. جمعی زامبی ویلیچر. آی دلقک بیا میزنمت گفتم که میزنمت. همدیگر بزنیم میگم همدیگر بزنیم. اوکی دیگه مردی. اسکلتونه مرد. یه امرالد بنازم علف اینجا شو. یه امرالد دیگه. وای این نبود درک که نبود. بیا جرأتشو داری بیا جلو. میترسی آخه. جرأتشو نداری بگرنه میمونی. خاک بر سره بی جرأت نداره به جلو. اسکای همین دوتا امرالد به نظر کافی باشه. چی؟ نزن منو آشغال سگ. اگه این دفعه بمیرم دیگه کاملا ویدیو تمام. در میریم خیلی هم راحت. کاملا راحت در میریم. در نمیخواستیم بکنیم که میبینید داریم میکنیم. نمیدونیم یک دادیم. خیردم من بده اینو میذاریم نوتا ایده. ها
خب اینم میکنیمشین تو دیپرش. وایسا یه سوال من الان خاک برچه گذاشته. خب خاک برچه گذاشته بر سوال آقا دایموند که پیدا نکردی بجاش نه پیدا میکن بعد از 1000 سال پیداش میکنه. آره بالاخره پیداش میکنه. خب من ویلیج چرت و پرت و اول بذار غلامشو بکشم. سنگ آی بالاخره این 4 تا بیا غلام خان هه نمیتونی بیاد به من میزنه شکست بیا میزنه انقدر میزنم تو بمیری بزن میزنم آره میشه شکسته بمیر آره کشتم این خونم ولش کن خونم ولش کن خونه اوه خسته شدیم هنوز اسپانم نشده و خود نمیخوام گفته بود خیلی احتمالش کردم کجا کم بود راحت میفهمم این گل تقدیم شما ای 2 روز پیش یکی بود چیزی شد ای منطقی کاملا منطقی نه میگم اینجا نگاه کنیم چه چیز خوبی بود آی لگه ای زنبولی تخت زنبولی خوب میای اینجا چیزی نیست اوی خودم بکشم داخل اینجا این چیزی میکشم علیه اهو با سنگ بکنیم من دهنم سرویس خب تمام شد ما مردیم خیلی بازی خوبه بود ببینم مثلا این چی مپه چی ها داخلش داشت
اینجا کنیم کریتیو میکنیم. بذار اسپیس هم کنیم راحت تر. جای چرتی بود نه. خب بذار بر پایین. شاید چیز خوبی بود. خب بله چیز خوبی هم بود. این چیه؟ ایشن سیتی؟ پشمام. حالا با خدا شکر با دست ورد نمردم. یعنی باورتون میشه زیر یه ویلیج ایشن سیتی باشه. حالا ببین بغل ایشن سیتی نگاه چیه؟ اینجا الان ما زیر اون چی جنگل پهناور چرت و پرتی که اسمشو نمیدونم. آره؟ نه زایش از ویلیج یه عالم دور شدم. الان رسیدیم به اون جنگله. اینجا هم ویلیجه که آفتابی شد. خب بذاریم من یه دونه از اسپیس در بیام. این کدش رو بلد نیستم ولی از پشت نشون میشه. میریم اینجا آقای زد بود این اینجا. خب میشه دیگه ما حالا بریم کلنگ یه دوری بزنیم برگردیم دیگه. کلن از قمر در اقرب خورش. خب اینجا یه دونه از اینا، یه دونه از این کریستالیا هست که خیلی پره. اینجا میگه وایسا اون چی بود؟ نه خب اوکی. اینجا چیه؟ زامبویه. بچه رازی. خب دیدم که دیدیم اینشن سیتی بود. خیلی هم عالی منطقه. خب اینشن سیتی یکم از اینه که دیدیمش. همیشه من برام سواله چرا پیش اینا دروازه یه لحظه من چرا بایستادم چون یه زنبور الان رفته رو گوشیم. رو شد رفت. خب سواله الان چرا تخت اینجاه؟ سواله چرا اینجا تخت هستش؟ شایدم قبلا اینجا یک مقبره بوده که آدم ها اینجا وجود داشتن ولی نیست. واسه یه سوال این چراغ راست چرا اینجا از این کلیدای به این چی اینجا؟ الپشمو اصلا چرا اینجا پورتال اند نیست؟ چرا؟ واقعا چرا؟ همیشه بغل اینا پورتال اند بود ولی الان نیست. چرا؟ شاید زیرشی دیگه فکر کنم برس بدراک. آره میخوایم به بدراک. چرا الان پورتال اند نیست؟ الپشمام. خب خیلی چیز منطقی بود
ویدیو بعدی. خدا حافظ.